با خیال راحت بریم و اینجا اون ساندویچیه که میگفتم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوب هستین؟ خب شکر خدا امروز یه بار داریم. بسرعه شرایط نکن با گیدی از خوی به سمت شهر تبریز. آره دیشب که داشتم فیلمو ادیت میکردم بذارم، دیشب زنگ زدم به یکی از بچه ها، گفت یه بار هست واسه تبریز، ببینیم چی کار میکنیم امروز. ای خدا. خب ساساتو بکشیم. آره دیگه کاربرات ماشین با احساسات کشید. میزنه. آره خب بچه‌ها الان داریم میریم به سمت جایی که میخوایم بار رو بزنیم. بارمون عجیبه، بارمون دوتا سگه. چی میگی تو؟ خدا رو شکر بارمون سبکه، هوا هم بارونیه انگار. باید بریم بار رو بزنیم، بعد با صاحب بار حرف بزنیم، انگار یه بار برگشته از اون ور داره. ببینیم چی میشه. بله دوستان، بار امروزمون رو داره میبینین. چقدر بانمکن. بار بانمک به این میگن. آقا ما بارمون رو زدیم، راه افتادیم، نزدیک 150-160 کیلومتر راه داریم، میریم شهر تبریز. حدوداً یه 2 ساعت و 45 دقیقه اینا تو راهی. امیدوارم که تو راه این افسرها گیر ندن، راهنمایان دیگه گیر نده بهمون. با خیال راحت بریم و برگردیم. بریم حالا تو راه یه سری صحبت هایی هست که میخوام باهاتون حرف بزنم در رابطه با این شو که چی کارا باید بکنین، چی کارا باید نکنین. راستم میگم آقا من چی گفتم؟ جول زده بودن هشیش بنک. راستی من یادم رفت این قضیه کرایم با این صاحب باره آشنا بود، نتونستم حرف بزنم باش بگم آقا کرایه اینه، کرایه اونه، رفت و برگشته فلان اینا. ولی آدم خوبیه، بچه باحالیه، دمش کرد. صبحی کمکم کرد. من که نمیتونستم به این سگ دست بزنم و اینا، خودش بارگیری رو انجام داد به روش صحیح، سگو بست. بریم برگردیم ببینیم آقا این کرایه چیه، چون من اون چیزی که تو نظرمه، کرایه‌ای که تو نظرمه میخوام ازش بگیرم. البته اصولا نیزان آبی واسه بار برای تبریز بردن نزدیک 1,700 میگیره، ولی چون بار ما سبکه، بعد از اون برم که بار برگشتی هم داره، مجبوریم یکم کوتاه بیایم. از یه طرف هم آشناست دیگه، نمیشه بهش گفت انقدر باید بدی. اونی که تو مغزم رو میخوام بهش بگم، بابا جون گرونه داداش جون گرونه. حالا با تخفیفات فراوان واسه رفت و برگشتش 2 تومن بگیرم ازش، یعنی بار
رفت تا 1,200. برگشتم که 1 تومنه، 200 تومنم با تخفیف میشه 2 تومن. میخوایم 2 تومن امروز کاسب بشیم. شکر خدا. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. آقا بریم ببینیم چی میشه. آقا ما راه افتادیم از شهر اومدیم بیرون، پلیس راه تازه رد کردیم، پلیس راه خوی. یه چیزی که میخواستم بگم این که مسیر خوی به تبریز 2 تا مسیر داره. یه مسیرش از طرف مرنده، یه پلیس راهش واقعا یعنی ببین یه مسیرم از طرف شبستره. یعنی از طرف شبستر رفتنی یه 30 کیلومتر راه طولانی تر میشه، ولی خب حداقل یه راهیه که خلوته. آقا یکم هم در مورد خودم حرف بزنم. من اینقدر یوتیوب نگاه کردم. خب اصلا موقعی که داشتم اولین ویدیومو میذاشتم با خودم گفتم تو چرا خودتو معرفی نکردی؟ ادب چیز خوبیه، اخلاق چیز خوبیه. چرا مثلا با مخاطبات، با اونایی که قرار فیلمتو ببینن، چرا خودتو نگفتی کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی؟ بچه بیا پایین کسیه نگو سرمون درد گرفت بابا. آقا من اسمم علی سامه. سام. مرسی. قربان تو برم. بعضی ها میگن علیسان، نه علی سامه. 33 سالمه. اصالتا اهل ارومیه، از شهر ارومیه هستم، ولی الان به خاطر یه سری مشکلات اصلا حالم خوب نیست، از زمین و زمان بیزارم. حالا سرگذشت بگیم، سرنوشت بگیم، قسمت بگیم، چی میخوام بگیم حالا نمیدونم. راهمون خورد به شهر خوی، شهرستان خوی. آره دیگه، خلاصه نمیدونم چی بگم از خودم. حالا اگه سوال بیشتری داشتین تو کامنت ها بپرسین، دستون در نکنه. این لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله هم بزنین. خلاصه ما داریم زحمت میکشیم، خدایی ما رو حمایت کنیم. ببین حمایت میکردم ولی بله نمیدونم، من تو یوتیوب ندیدم، تا الان ندیدم که کسی ولاگ روزانه راننده نیسان رو بذاره. والا ما اومدیم اینجا یه لحظه بریم یه بستنی بخوریم. حالا من این فکر به سرم زد، گفتم آقا بیاین شغل از نزدیکتر نشون بدم. خواهشات رفقا، گنگا، ستونا، سلطانا، اهل دلا حمایتمون کنید دیده بشی. منم تمام سعیمو میکنم که از این شغل بیشتر واسهتون فیلم بگیرم اگه کنجکاوی. از مناظر زیبای جاده نمیدونم حالا تو دوربین چقدر، تو فیلم چقدر مشخصه، ولی واقعا عالیه. همه جا سرسبز. بچه همونطور که میبینید جاده‌ای که ما انتخاب کردیم داریم میریم جاده شبستر به سمت تبریزه. ببینید جاده خلوته. نایس. جاده خیلی خلوته. وضعیت آسفالتش هم خوبه نسبت به اون جاده قبلی که قرار بود برم.
بغلی از دریاچه ارومیه اگه تو تصویر دیده بشه. آره بغل راه هم اونورم ماموران محترم راهنمایی وایسادن، زنده باشن. یادم قبلا یه بار واسه شب سر بار آورده بودم، برگشتنی رفتم بغل این دریاچه یه اسکله داشت که دیگه همه جاش خشک بود، یعنی آبش رفته بود، خیلی عقب بود آبش. الان هم چیزی نیست. آقا ما داریم نزدیک میشیم به تبریز. سلام بر بسیجیان سلحشور. بودن یه 20 کیلومتر اینا مونده به تبریز. الان میخوام زنگ بزنم به صاحب بار. این حرکت زشت، این صدا چیه آقا؟ صاحب پارکینگ هم صاحب سگا. زنگ بزنم بهش ببینم کجای تبریز وای ببرم، بعد اینا رو خالی کنیم و 2 تا سگ دیگه هم انگار قراره برگردونیم، اونا رو هم بزنیم برگردونیم. آقا بار یعنی این کلش نهایت وزنش میشه 100 کیلو، 100 150 فکر نکنم باشه، 100 کیلو هم بیشتره واسه شون. آره ببینیم چی پیش میاد. بچه ها ما رسیدیم تبریز، الان به سمت اتوبان پاسداران میریم. بعد زنگ زدیم به طرف، گفت که آدرس داد، لوکیشن فرستاد واسم از واتساپ. الان میریم به سمت جایی که این بار رو تحویل بدیم و بعدش بار برگشتی هم بزنیم. خدای خیلی گشنمه، صبحونه هم نخوردم. برگشتنی میخوام سر راه شهری بود به اسم سوفیان، از اونجا رد شدیم. یه ساندویچی هست، انقدر رفتیم اونجا ساندویچ خوردیم اینا دیگه ما رو میشناسه. بریم اونجا یه فلافلی کثیف بزنیم به بدن، خیلی گشنمه شدید. کموندیم برسیم بچه ها. تقریبا 1 کیلومتر مونده تا لوکیشن که فرستاده. شهر زیبای تبریز، سرسبز تبریز. معمولا شهردارشون خوب رسیده، فضای سبزشون. قرار بود برم دفتر، نشد. قرار بود برم دفتر و بچه های کم بگیم بخندیم، اعلام حضور کنیم و اینا، نشد. بچه ها ما بارو خالی کردیم، یعنی سگا رو دادیم، این میگیم بار حیونا رو دادیم. 2 تا سگ دیگه زدن. حاجی چه سگی بود، یکیش ببین اندازه خر، من ترسیدم ناموسن رفتم کنار، خیلی بزرگ بود. بعد الان میشه یه 10 دقیقه که راه افتادیم، الان تو اتوبانیم خروجی شهر تبریز.
به سمت سفیان. این دفعه دیگه برگشتی از راه شبستر نمیرم، از راه مرند میرم، چون برگشتی افسراش زیاد گیربازار نیستم. بریم حالا تو سفیان یه نهاری بخوریم، خیلی گشنمه. بریم یه نهاری بخوریم، صفایی بدیم، حالمون سر جاش بیاد. من خیلی گشنمه ناموسم. آره چاکرم اتونم. خب بچه ما رسیدیم نهارمون رو بخوریم. اینجا اون ساندویچیه که میگفتم شهر سفیانه، اینم که سلطان. بعدیم نهار بزنیم بعد راه بیفتیم. بفرمایید. خب بچه ما نهارم خوردیم، راه افتادیم. نزدیک 1 ساعت و 40 دقیقه راه داریم تا برسیم شهر، تا این سگارم تحویل بدیم. بعد ناموسن خدای هر کی این فیلمو میبینه ناموسن میگم، این وقتی کارتون با یه راننده وانتی میفته بارداری، اون موقعی که داره میاد چجوری بگم، یعنی به ذوق این داره میاد که میخواد بیاد سریع بارشو خالی کنه، یه بار بزنه برگرده و کرایهشو سر وقت بگیره. این که مثلا میگی برو میزنم حسابت، چه میدونم حالا میزنم و اینجور چیزا، نکنین این کارو. ناموسن خودتون رو بذارین جای این راننده وانتیه که چقدر راه کوبیده اومده، بعد توی علافش میکنی یا چه میدونم دست به سرش میکنی، میزنم امروز میزنم فردا میزنم. ولی موقعی که همون لحظه میزنی خدایی هم راننده حال میکنه، همین که ارزش خودت میره بالا. خدا موقع برگشتنی همش با خودش میگه ایوا دمش گرم، چه آدم خوبی بود، رسیدم کرایه رو زد. اصولش اینا، یکی از اصولای باربری اینه که تا اینکه کرایه رو واریز نکرده به نباید بار رو تحویل بدی. حالا بعضی این موقع میشه دیگه آدم میبینی یا رو دروایسی میمونه، یا آشناس یا مشتری قدیمه فلان، رو دروایسی میمونه، میگه باش حالا بارو خالی کنم، آشناس دیگه میشناسمش، کجا میخواد در بره. بعد که بارو خالی میکنی بعد 3 روزه داری بهش میگه آقا پولو واریز کن، بعد ناراحت میشه. آقا خب حق خودشو میخواد دیگه، حقشو میخواد، چیز زیادی نمیخواد که، پول زور نمیخواد ازت، حق اونی که بارو واسط آورده رو میخواد. راننده قشریه که ببین، یعنی همیشه باید پول تو جیبش باشه، یعنی ممکن نیست تو جاده، معلوم نیست، میگم ممکن نیست، معلوم نیست تو جاده چه اتفاقی بیفته. ممکنه لاستیک بتره، که ممکنه اصلا موتور از کار بیفته، معلوم نیست. این که میاد چشمش و دلش به این قرصه که آره میرم از اونجا مثلا کرایه‌مو میگیرم، برگشتنی هم مثلا اگه خدا نکرد اتفاقی افتاد مثلا پول تو جیبم هست، میتونم مثلا پول خودرو رو بدم، اگه خدا نکرد ماشین خراب کرد برگردم تا یه جایی. الانم خودتون میدونین دیگه، اصلا این وضعیت بازار خیلی داغونه. این ابزار و چه میدونم لاستیک و لوازم ماشین خیلی گرون شده، خیلی. یعنی لاستیکی که مثلا 2-3 سال پیش میگرفتن 12 تومن الان شده 25 تومن 27 تومن. اون حالا جنس درجه 3 درجه یکش که پیدا نمیشه، پیدا بشه قیمتش خیلی بالاست. خلاصه یه درد و دلی بود میخواستم بکنم باتون. کرایه های راننده ها رو هر کی حالا بانه در چرخ تریلی چه میدونم اصلا راننده تاکسی یا اصلا اسنپی هر چی، کرایه ها رو ناموسن سر وقت بدین، هم ارزش خودتون بره بالا، همین راننده یه دل خوشی ازتون داشته باشه که فردا پس فردا کارتون افتاد این نگو نمیفته. صنف یه جوریه که مردم حداقل سالی یه بار کارشون میفته به این صنف باربری. حالا از اسباب اساسیه بگیره هر چی میخواد باشه کارت میفته، بعد فردا که زنگ زدی بهش
دیگه کار تو راستوریست نمی کنه، میفتی تو دردسر. آره چاکر همتون هستم. جاده ها امروز اصلا خیلی خلوته، حتی جاده تبریز به سمت مرند خیلی خلوت اصلا آجی. حالا توی این موقع روز اینجوری خلوت ندیده بودم این جاده رو. هم داریم کم کم میرسیم، فوقش 20 دقیقه مونده برسیم شهر خوی. بریم بارو خالی کنیم، بعدش به حساب کتابمون برسیم ببینیم چندیم. شکر خدا تو جاده هم بارون نگرفت ما رو. خوب اومدیم. من فکر میکردم جاده ترافیک باشه. این جاده اکثرا ترانزیت داره، چون رو محور مرز بازرگان و مرز قطورس، رازی، ترکیه اکثرا ترانزیت داره. ترانزیت پشت ترانزیت، به خاطر اون ترافیکاش خیلی سنگین میشه. سنگین نه اینکه وایستا، ولی مثلا میبینی 4-5 تا ترانزیت پشت سرم دارن میرن، نمیشه سبقت گرفت، نمیشه آروم رفت، وضعیتش خرابه. ولی امروز اصلا ترانزیت خیلی کمه، اصلا سواری هم کمه. یا همیشه پر سواری و ترانزیت میشه. بچه ما بالاخره رسیدیم خوی. بکنم تا الان بالای 20 دقیقه باشه ویدیوهایی که گرفتم. دیگه نمیخوام بیشتر از این ویدیو رو طول بدم، سرتون رو درد بیارم. همتون عشقین، چاکرتونم. زحمت این لایک و کامنت و سابسکرایب هم بزنی، زنگوله هم بزنی. از این به بعد بیشتر فیلم میذاریم. فعالیتمون رو شروع کردیم، تازه کاری، تازه وارد بازار شدیم، هوامون رو داشته باشیم. خلاصه الان میبرم بارو خالی کنم، بعد قسمت شد از اونجا هم فیلم میگیرم میذارم. یه بیشتر از این فیلم رو طول نمیدم. شاکرم، همتونم. عزت زیاد یا علی.